آقای داکسی چی میگفت؟ خانم محبوبی شما میتونید زحمت بکشید بگید کی گفته 1975 چی گفته؟ چی پیش بینی کرده ایشون؟ مرحله خصومت رو اگه مرحله اول چی بوده؟ گردشگرها وقتی وارد یک جامعه محلی میشن، جامعه محلی استقبال خیلی زیادی ازشون میکنه، اونا رو با آغوش میگیره، میاد میبره میگه من اینجا اینو دارم اونو دارم این یکی رو دارم، خوشحال میشه از اومدن گردشگر براش. مرحله دوم کم کم میبینه این گردشگرها براش سودی ندارن، کم کم داره مزاحمت ایجاد میکنه، بی تفاوت میشه. مرحله سوم وارد به قول معروف آزردگی میشه، دیگه از گردشگری کم کم به قول معروف آسیب میبینه، دل سرد میشه، نگاه میکنه میبینه اینا چه سودی به من میرسونن، اینا چه خریدی از من میکنن، چه کاری میکنن و چقدر زباله هاشون و چه آثار منفیش چیه، آثار مثبتش چیه. مرحله چهارم مرحله یکی دیگه مقابل گردشگر میمونه. یک موقع یکی از دوستان من، یکی از رئیس جامعه تورگردانانم بود، ایشون زنگ زد به من، دوره فکر میکنم اوایلی بود که من کار راهنمایی تورم به نوعی حالا به عنوان یک علاقه‌مندی انجام میدادم. زنگ زد به من گفتش که یک گروهی هستن، حالا انگلیسی هستن، میخوان بیان اینجا و میخوان برنامه‌شون 3 روزشون تو گیلانه، 2 روز و نیم. این نیم روزشو من خودم بودم، 2 روزش که دوستان زحمت دادیم کشیدن. اون نیم روز یکی از این روستاهای گیلان رفتیم. موقعی که رفتیم اونجا دیدیم یه نفر داره با داس به سمت ما حمله میکنه سر صبح ساعت 6 و 7 صبح. گفتیم کجا داره میای؟ چی شده؟ مهمونا رو سعی نگه داشتم، رفتم اون ور پیچ، گفتم چه اتفاقی افتاده؟ چی شده برادر من؟ گفت شما کجا میخواید بیاد؟ گفتیم میخوایم روستای شما رد بشیم، بالای امامزاده است، از اونجا سفید رود دیده میشه، میخوایم بریم اونجا رو ببینیم. گفت شما حق ندارید پاتون رو بذارید تو روستای من. گفتم برای چی؟ گفت ما نمیخوایم، گردشگر نمیخوایم. هر چقدر خواستم قانعش کنم خارجی هم فلان، دیدم این تو محله نیست که بخواد قانع بشه. فرداش همیشه این سوال پیش دوست من که جامعه شناس بود، صبح که من رودبار جلسه‌ای داشتم می‌خواستم برم، گفت منم میتونم بیام بریم اون روستای سر بزنیم، چرا چنین اتفاقی افتاد تو اون روستا؟ گفتم بریم محسن جان. اومد و با هم رفتیم. بالا این دفعه ماشین پلاک دولتی بود، اون آقای اومد، ما رو نشناخت، با این لباس کت و شلوار نشناخت. اومد و گفتیم والا اینجوری اومدیم، چرا شما این حرکت کردید؟ اصلا چی بود؟ داستان چی بود؟ خلاصه اون شورای گفتش که بچه ایشون مریض شده به خاطر اینکه گردشگرایی که اومدن کنار امامزاده، چشمه امامزاده اونجا بوده، اونجا رو با سرویس بهداشتی اشتباه گرفتن. این گردشگرایی که میان اینجا زباله‌هایی که دور امامزاده میریزن کی میخواد بیاد جمع کنه؟ ما چقدر جمع کنیم؟ گردشگرایی که میان اینجا یه پسر دختر دیگه امامزاده برامون مقدسه، کنار اون امامزاده گیتار داره میذارن، داخل امامزاده تو بارون هم بود، داخل گیتار میذارن داره میرقصن. خب حسابشو بکنید جامعه محلی اون ارزشایی که داره از دست میده، در مقابلش میگفت کدوم یکی از این گردشگرا از سوپرمارکت ما خرید کردن، چه دستاوردی داشتن که بخوان اون از دست بدن. اینجا بود که واقعا به این نتیجه میرسیم حالا ما باید چه کار کنیم. بخش آخر صحبت ماست. باید چه کار کنیم؟ بریم جاده تهران رو ببندیم گردشگرا نیان تو داس برداریم؟ چه کار کنیم؟ آیا سفر حق همه هموطنان نیست؟ همه حق ندارن سفر کنن؟ وقتی ما جلوی تهران بگیریم، صحبت آقای مجتهدی، نذاریم کسی بیاد کسی دیگه تو جنوب تو زمستون جلوی ما رو نباید بگیره، حق نمیدیم بهش که جلوی ما رو بگیره. اینجاست که دانش مدیریت مقصد میاد وسط. دی ام ها، سازمان‌های مدیریت مقصد چه کارهایی بعد سازمان مدیریت مقصد چه کار میکنه؟ الان شما آذربایجان رو نگاه کنید، کشور آذربایجان شما ایرانی ها رو بدون ویزا اجازه ورود نمیده. استاد نوایان گفتن ظرفیت بردش رو میشناسه، میدونه اگه گردشگری بیاد فقط باکو رو داره. ترکیه چه کار میکنه؟ ترکیه چرا بدون ویزا میگیره؟ چون وقتی که گردشگری وارد ترکیه میشه جاده هایی داره، اتوبان های خیلی خوبی داره، گردشگرا رو توزیع میکنه، میره کوشاتاسی، میره آنالیا، میره ترابزون، میره واقع استانبول، میره آنکارا، میره قونیه، میره. اینقدر مراکز بر ایرانیا وجود آورده که ظرفیتش رو برده بالا و میتونه ازش استفاده کنه. من دوست منی که دوست دارم ماسوله، تو ماسوله نمیتونه زندگی کنه، میگه چرا؟ میگه دیگه گردش خونه ها رو برای سال اجاره نمیدن. آثار منفی گردشگری برای جامعه میزبان دیگه شغلای خیلی از ماسوله ها گرفته شده، افراد دیگه دارن شغلا رو میگیرن. اینا آسیبه دیگه، اینا آسیب‌های گردشگریه. تغییرات اقتصادی که ایجاد میکنه، میگه دهیار از یک استان دیگه از فلان از اینا جزء بخشاش جزء آسیب محسوب میشه. آثار منفی زیست محیطی، آثار منفی که داره تغییر کاربری هاست. چقدر کاربری ها رو این گردشگرا تغییر دادن. آثار منفی که داره جنگل تراشیه. آثار منفی که داره که به اسم مثلا اکوتوریسم، اکوتروریسم اتفاق میفته در خیلی از روستاها، در خیلی از جای دیگه. به اسم ما گردشگری دنبال چیه گردشگری هستیم؟ آیا تو مدیریت مقصد هم دنبال این پوسته گردشگری یا دنبال هسته گردشگری هستیم که همون گردشگری پایداری که با الزامات زیست محیطی و همه این الزامات اجتماعی و اقتصادی درش دیده شده تو مدیریت مقصد اینها دیده میشه. دانش مدیریت مقصد یکی از نقصان‌هایی که ما در کشورمون داریم. دانش مدیریت مقصد یک مجموعه رو با هم نگاه میکنه، آثار مثبت گردشگری رو میبینه، فرصت‌های اقتصادی رو میبینه. خیلی بسیاری از
به قول معروف که زندگی که جامعه محلی چه تغییری از گردشگری میکنه تو دانش مدیریت دیده میشه. تلاش میکنه آثار منفی رو به حداقل برسونه، آثار مثبت رو به حداکثر برسونه. اینجاست که یک منطقه میتونیم ما بگیم به جایی که گردشگری درش رونق پیدا کنه در یک ایالت، استان یا جایی که گردشگری پایدار شکل میگیره. اصلا تعریف گردشگری پایدار تو یک مقصد این بماند برای نسل آینده نیست، همینه. ما آثار منفی رو کم کنیم، آثار مثبت رو افزایش بدیم. این تعریف گردشگری پایدار یک مقصده. اما چه کار باید کرد؟ یک بخشایی وجود داره برای اینکه ما به موضوع بزنیم، بخشای ملیه. یه بخشای استانی و مدیریت استانی و منطقه. تو بحث ملی ساماندهی تعطیلات نیاز به سفر وجود داره برای همه. اینکه ساماندهی بشه تعطیلات در سطح کشور، درست مدیریت بشه، این خودش یک میتونه بسیار کمک کنه به این قضیه. مثل همون ترکیه که خدمتتون گفتم، ما برنامه داشته باشیم که مسافری میاد اینجا کجا باید توزیع بشه، به چه صورت باید انجام بشه. آگاهی رسانی قبل از سفر. مثلا چند ماه پیش این اتفاق افتاد تو یکی از این بحران‌های سفر، میگفتن این استان پر شده، این استان نرید، اون که استان جا داره، اون که استان برید. یعنی این دفعه نبود، این دفعه اینم نبود. این خیلی کمک کرد اون دفعه به خاطر اینکه این مشکلات به قول معروف ایجاد نشه و به حداقل برسه. من بازی کردم با قیمت‌ها، موارد اقتصادیش، چگونه با قیمت‌ها تو فصل پیک و غیر پیک اجازه دادن که بتونن با این قیمت‌ها به قول معروف بازی بشه. حالا سازمان‌های متولی ورود نکنن، به خاطر باید یک مدلش که تجربه جهانی داره استفاده بشه تو این حوزه. تجربه نشون داده هر جا گردشگری بدون برنامه‌ریزی مشخص با مشارکت جامعه محلی، بدون برنامه DMO دانش مدیریت مقصد توسعه پیدا کنه، در بلند مدت آثار منفی گردشگری از آثار مثبت گردشگری بیشتر خواهد شد و اونجاست که دیگه به قول معروف گردشگری آسیب گردشگری میشه. اما ما هم مسئولیت‌هایی داریم. آخرین صحبت من مسئولیت‌هایی که هر کدوم از ما داریم. من به عنوانی که در کاری که خودم دارم، در شغلی که خودم دارم، آیا وظیفه‌مو درست انجام دادم برای این بخش؟ اصلا فرق گردشگر و گردشگر مسئول تو چیه؟ گردشگر به کسی میگن که ما میگیم انسان مسئول. همیشه من اینو میگم، من به عنوان کسی که خودمو مسئول میدونم در مقابل خانواده‌ام چه مسئولیتی دارم؟ انسانی که خودش در مقابل خانواده‌اش مسئولیت ندونه، در مقابل استانش، در مقابل کشورش مسئول ندونه. خیلی فرق میکنه. گردشگر مسئول کسی که وقتی به یک منطقه وارد میشه دوست نداره طبیعت و فرهنگ منطقه رو تغییر بده. اگر چیزی نباشه یا وارد نمیشه یا خودش رو تغییر میده. اگر میخواد کوه بره، اگر میخواد یه قله بره، نمیاد اونجا جاده بزنه که ماشین رو بکنه با ماشین شاسی بره بالا، میاد خودش رو توانمند میکنه که پیاده به عنوان یک طبیعتگرد بتونه بره بالا. طبیعت رو تغییر نمیده، خودش رو تغییر میده. اگر فرهنگ یک منطقه دنباله که نمیتونه خونه محلی بره که بدون توالت فرهنگی باشه، نمیره، یا فرهنگش رو تغییر میده، ذات زیست اون منطقه رو تغییر نمیده. پس هر کدوم از ما هم به نوعی به قول معروف مصلحت‌هایی داریم برای اینکه به این نتیجه برسیم. در اصل خیلی ممنون. من فکر کنم 10 دقیقه بیشتر شد، عذرخواهی می‌کنم.